қумандон танҳо намеравида? гӯш кунед, ман мемирам, вале шуморо танҳо намефиристам. ман ҳамчунин фикр дорам. бояд ҳама чораҳои бехатариро биандеша. ман танҳо меравам. агар ин дом бошад чӣ? ҳадафи асосии шумо бошед чӣ? медонам ки ҳадафи асосии ӯ ман ҳастам, вале ҳозир ба ӯ ман не, орҳан лозим аст. аз куҷо медонед қумандон? шояд орҳан баҳонае бошад. ба онҳо орҳан лозим аст. онҳо донистан мехоҳанд ки орҳан чиро гуфт. онҳо медонанд ки орҳан гап задааст, вале чиро орҳан гап задааст онҳо намедонанд. то торикии шаб интизор шавед. агар ман садо набаровардам, пас аз паси ман оед. қумандон, агар бо шумо ҳодисае шавад, худамро намебахшам. тамоми умр худамро мехӯрам ки чаро бо шумо нарафтам ва дар охир худамро мекушам. инро донед. дар ин ҷо гунаҳгор ман ҳастам ва ҳаққи мурданро ҳам ман дорам. агар ман намурдам, пас ту ин корро карданат лозим нест. тамом. худованд нигаҳбонатон. як ишорае кунед бас аст. худо шуморо аз мо нагирад. ман дигар чизе намехоҳам. инҷо биё. хайрият ки туро дорам хаёлӣ. خانم ایلین، من برای نظارت کردن به بیمارخانه زنگ زدم. گفتن که اورهان در آنجا نیست. میدونم. او را بودند؟ نه. او را کارمندان امنیت برای دادن بیانات به جای بی‌خطری بردند. من از این آگاهم. فهمو، من ترسیدم. من باید به تو خبر میدادم، ولی ما رو ضرور اومد که فوراً عمل کنیم. میدونم. ما باید دریا رو از چنگ تروریستان رها کنیم. من دیگر چیزی نمیخواهم. خدا خود او رو میابیم. تروریستان چیزی طلب نکردند؟ نه. شاید از یوز طلب کرده باشد. حاضر فهمیدن مشکل است که یوز چی کار میکرده باشد. او رو تعقیب نمودن به ما چیزی نمیدهد. ما باید به راه خود رویم. طبق نقشه خودمون عمل میکنیم. اگر یکون چیز لازم شود من اینجایم. خوب، تشکر. الو، من سیده. گوش میکنم. اورهان نیست. او را با تقاضای کشافان از بیمارخانه گرفته بردند. باز بهتر. شاید او را به نزد درگان بردند. اگر چنین باشد، پس نقشه درگان نتیجه داده ایستاده است. این خوشخبر است. اگر همش در حقیقت چنین باشد، پس به زودی معین می شود. درگان به تو زنگ میزند. خوب، عالی. معلومات نو پیدا شد خبر ده. حالا همش همین. شاید من یک مدت تماس گرفته نتوانم. چونکه اگر زیاد گپ زنم کارم مشکل می شود. تو رو برای همین تعلیم ندادن مگر؟ با من فرمان شد که کاری خیر کنم. یگانه علاقمندی ما و شما این دوستانی ماست. این رو فراموش نکنید. مالش من راضی. هی رسیلان، فکر کردید که شما ما را میترسانید؟ با شما میگویم، بخصوص با درگان میگویم که این محبس مکان قبری همه شما میگردد. دریا تو خوب هستی؟ با تو آسیب نرساندن؟ من خوبم پلکونی کردیم. این ترسوها چیکار هم کرده میتوانند غیر از نامردانه به دام افتانیدن؟ خواطر نشو دریا. بچه ها یگان علاج کرده ما را نجات میدهند. آنها این محبس را با سرشان چپه گردان میکنند. من شبهه‌ای ندارم، ولی از یوز در خواطرم. وقتی ما را احاطه کردن من و یوز در خانه بودیم. او دید که یوز چطور مرا را بود. بگمانم حاضر پرخشم است. میترسم که او یگان مشکلی را به سرش نآورد. پلکونی کردیم. من مشکلیش را نمیدانم، ولی او چون رد و برق به اینجا آمده میرسد.
اینش انیق است. من هم از همین میترسم. یوز یکی از سربازان بهترین من است دریا. گرچند او حاضر در تنش لباس نظامی ندارد ولی هوش و یادش به این کارش میباشد. وقتی که سخن بابت وطن خویش و پیوندانش میرود یوز را کسی داشته نمیتواند. همین عملش یوز را یوز کرده است. خانمان و جنابان چطور هستید؟ به شما یکان چیز لازم؟ یکان کمبودی نیست؟ میخواهید یکان کس به شما خدمت رساند پالکونیک؟ آرام آرام. درون در راه با تو خدمت رسانی را نشان میدیم ترسانشک. نه همینطور بهتر است. شاید کمی بدتر به هم نزدیک شویم. علاوه بر این شما با یک آدمی من سورپریز هستید. سورپریز را ویران نکنید ها؟ خانم پروکورور شما مرا به زندان انداختن میخواستید ولی ببینید من شما را به زندان انداختم. برای آنکه تو را زندانی کنیم تو با ما زنده لازم استی درگان، ولی با این گونه بیعقلیت به زودی میمیری. باز همان تهدیدهای بیعقلانه. شما در زندانه تمام و سلام تا حال مرا تهدید میکنید. چی گپ ها؟ شما به همان 6 نفر آدمتون باور دارید؟ من در کوچه 10 تن آدم دارم. شما مغلوب شدید. ما مغلوب نمیشویم چون که در راه درستی خداوند هستیم. این سنجش ها را ما سربلندانه پسی سر میکنیم. 10 هزارها نفر سربازانت را جمع کن ولی صد راه ما شده نمیتوانی. دیر یا زود ما تو را زنده دستگیری میکنیم. وقتت کم ماند. وقت کم ماند میگویی؟ خوب شد که با یادم رساندی. من فکر داشتم که چی کار کنم. خانم پروکورور به من بمب لازم است. چی خدری که میتوانید بسیار تر آرید. خوب شد است که خرچی سربازان را پیدا کردید؟ گفتگو داریم میو. چطور گفتگو دارید؟ آنها همگی 6 نفرند. رفته آنها را یابید زود. من از هواپیما بیرون شدم. به جای تعیین شده می روم. من بعد هر کجایی که نباشد می درایم. خودم را با مشکلی داشته ایستادم. حاضر ما نیرومندتریم. باز یک چند نفری آنها را نیست کنیم کار تموم. حالا با درگان گرفتن محبس را نشان میدیم.
Ben bir bordo bereliyim vatan için and içerim. Damla dahi kanım olsa bu bayrakta can veririm. Gözlerinde kan içinde intikam var askerimin. Şehitlerimin intikamı alınacaktır söz veririm. Biz bu yolda söz verdik, dönüş yok artık. Şanlı bayrağımız dalgalansın, şanlı şanlansın bu vatan onca şehitlerin. Bize armağanı durma gururlan, sen de eline al bu bayrağı. Sözde ağızdan çıktığında namus demektir. Vatan namus şereftir, vatan millet demektir. Kenetlenip bütünleşir bu millet bayrak için. Bu bir bordo yemini, son nefesim vatan için. Söz veriyorum Allah'ım yine, bu vatan uğruna can versem bile. Sözün sözdür, pes etmek yok. Söz veriyorum vatan için size. Söz veriyorum Allah'ım yine, bu vatan uğruna can versem bile. Sözün sözdür, pes etmek yok. Söz veriyorum vatan için size. Pes etmedim yine, pes etmem asla. Kalemi elime aldığımda zırhlı duvar çizerim karşına. Vatan borcu ödenmeden ölmek yok anne. Burada şehit olsam asma yüzünü, üzülmek yok asla. Bu dağlarda duyulacaktır şanlı şanımız. Vakti geldi yine anlayacaktır intikamımız. Bordo bereli askerin içinde bitmez savaşı. Ay yıldızlı bayrak için söz yıkarız dağları. Söz ağızdan çıktı artık, ölmek var dönmek yok. Yeter ki dalgalansan bu sevdadan geçmek yok. Kanlıdır bu gözlerim, bu yüzden öfkem kinim çok. Vatana göz diken bir haine sıkılacak kurşun çok. Menzilim belli düşman askeri. Bir kurşun oldum ben asla dönmedim geri. Bir ölür bin doğarız bizi. Eskiler bilir yıkılmaz asla bilin şanlı Türk'ün askeri. Söz gökte hilal dalgalanacak. Söz kanın yerde kalmayacak. Söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Söz gökte hilal dalgalanacak. Söz kanın yerde kalmayacak. Söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Söz gökte hilal dalgalanacak. Söz kanın yerde kalmayacak. Söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. Söz gökte hilal dalgalanacak. Söz kanın yerde kalmayacak. Söz şehitlerimin şanı bu dağlarda, bu bayrakta, bu sancakta şanlanacak. خوش آمدی یوز. دریا کجاست؟ سراسیمه شدن چی لازم؟ بیا کمی صحبت کنیم. مرا پزمان نشدیم اگر مرا با آغوش نمیگیری؟ من تو را حال از گلویت میدارم درگان. خشمگین نشو. گپ را زیاد نکن. دریا کجاست؟ در درون. تو را انتظار است. اورهان را که با ما دادی دریا را میگیری. گویا که آدمانت به خفا روند. نمی شود. این به خاطر امنیتی من است. اورهان کجاست؟ من او را در انبار نگاه میدارم. усто ҳоло ҳам занг назад. занг мезанам писарҷон, каме сабр кун. ҳама чиро дорам, аммо сабрро не. ба мо чӣ шудааст ки ба худо таваккал намекунем? худованд ба мо роҳи дурустро нишон медиҳад, вале ба ҳамаи ин сабр лозим аст. сабр. فرمان ده که اورهان را رها کنند. من نخست دریا را دیدن میخواهم. شما با خانم پروکورور یکدیگر را دوست می‌دارید ها؟ مرا تو نترسان. من میدانم که همه آن دخترانی که با تو بودند روزشان چی شد. برای دریا را آوردن تو همگی 1 دقیقه وقت داری درگان. از اینجا نه تو و نه من زنده نمیبرایم. من نخست دریا را دیدن میخواهم. انا بعد تو اورهان را میگیری. کار را کشاله نده. پروکورور را به خانه دیداربینی ببرید. خوب. بفرمایید. پیش درو.
مهمان داری؟ چگونه مهمان؟ کیست؟ خودت تو را میبینی. راه گرد. سرده، شما ما رو به کجا میبرید؟ سرده گفتم. شما دختر را به کجا به میبرید؟ کجا میبرید سرده؟ دریا نترس، آنها با تو چیزی کرده نمیتوانند. همراهی اردم یک آدمی من است. اگر تو مهمانت را بفهمانی که پلکونیک اینجاست و یا اشاره کنی، قسم میخورم او را میکشم. خداوند جزای تو رو دهد. آمین. یاوز؟ دریا من آمدم که تو را ببرم. چی طوری میبینی یاوز؟ پروکرور اینجا صحت و سلامت است. یاوز تو چرا اومدی؟ تو آدمی آنها رو با آنها ندادی ها؟ حالا نداده است ولی میدهد. یاوز چرا تو این کارو کردی؟ به قدر این کس رسید خانم پروکرور. او عاشق شیدای شماست. دمت را گیر. ببخشید عشق و عاشقی شما را خلل رساندم. دریا من تو را از اینجا رها میکنم، فهمیده؟ فهمیدم. من به تو از اینجا نمیروم. دینگ دینگ. وقتی به شما جدا شده به آخر رسید. پروکرور را به اتاقش ببر. به او دست نرسان. یاوز همش خوب است، تو خواطر نشو. آخر تو در همین جایی. با من همش خوب است. یاوز این کار را به آخر رساندن لازم است یاوز. من خسته شدم. علمداغ کوچک ساکک یک انبار رقمی حجره 17. سمین نویس علمداغ کوچک ساکک حجره 17. همین که آرهن را گرفتید مرا آگاه کنید. سربازان تو حال در همین جایند. ما آنها را پیدا کرده نتوانسته ایستاده ایم. یاوز حالا این را نمیداند تا میفهمد که ما به راه میبراییم. بیرو. حاضر آمده آرهن را میبرند. این مسئله را آرامانه حل کنید. حال دریا خوب است. من را گرفته میارم. آهسته. گذر. چی شد دریا چی شد؟ همان طوری که شما گفتید پلکونیک. یاوز اینجاست. همان طوری که من گفتم. بچه ها هم به نزدیکی میرسن. این خیل باشد با زودی خلاصی میابیم. خواطر نشو دریا. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва
хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. قماندان با حجره ها نزدیکیم. قماندان حالا که دیر نشده است از اینجا برایم. میبرایم ولی به همه سلاح لازم است. برای این ما باید باز یک چند نفر دیگر را بی‌ضرر نماییم. چی نقشه ها داریم قماندان؟ به 3 تقسیم میشویم. عاشق من و تو آدمان دربان بوده را بی‌ضرر نموده راه میکشویم. خوب شده است قماندان. نواسکر کشنلی هر دوی شما پیش میگذارید. ایدایفی هر دوی شما به پشت بینا میگذارید. خوب شده است قماندان. اطاعت قماندان. حیات پروکورور و قماندانمون به ما وابسته است بچه ها. ما باید علاجی کرده آنها را رها کنیم. تا اینجا آرامانه آمدیم. بیایید اکنون کمی مغل میبرداریم. انا همین خیل میکنیم. اینجا را با سرشان چپگردان میکنیم. رفتیم. تا نمیریم تسلیم نمیشویم. قول میدید؟ قول میدیم. قول میدیم. قول میدیم. قول میدیم. قول. ما به سلاحیم. ما باشیم سلاح داریم. از شما بر این پلیت ها همه چی را انتظار شدن ممکن. ما همگی اورهان را گرفته از اینجا می رویم. او داخل ماشین یاری تجیلی است. شمایان کی هستید؟ اکای سمی شما را انتظار است اورهان. احوالت او را سخت غمگین کرد. چگونه سمی؟ شما چه میگویید؟ مرا بردن نگذارید. نگذارید که نزد سمی برند. نگذارید. یوز ما بسته رو میدیم. استید آرهان در دست شماست. دریا رو با من ده. گیر در حجره است. تو مبادا یگان نیرنگ نکرده؟ من چی نیرنگ کرده میتوانم؟ خودت همش را با چشمانت دیدی. پروکورور کاملا صحت و سلامت است. بیرا تو رو انتظار است. او را رها کنید. باوری داری یوز؟ سر دهید. به این هم ما چیزی میخواسته همان را از آرهان گرفتیم. ما برای دریا را گرفتن علاج دیگر نداریم. خوب شده است یوز. میتوانید روید.
салом. آن در را میبینی؟ از آن که گذشتی زندانی طرف چپ. تنها زود باش. دریا تو را انتظار است یوز. تو چه کار میکنی؟ چه کار میکنی؟ شتاب کن یوز. تو را انتخاب کردن لازم میآید. برای همین شتاب کن. من تو را میکشم درگن. من تو را میکشم. بسیار واهمه نکن یوز. اگر شتاب نکنی دریا پاره پاره میشود. من تو را میکشم. من تو را میکشم. میکشم. میکشم گفتم. من تو را میکشم. دریا من آمدم. یوز در را نکشا. با مدام گذاشتند. رزیل. هنوز هم آنها را نیافتید. همه جا را از نظر گذرانید. آنها را یابید. پراکنده شوید. عاشق خم شو.
روسی یوز پالکون گردم همینجاست. پالکون گردم؟ او در اینجا چکار میکند؟ او کی ها باز اینجاست. درگان مرا مخصوص به اینجا آورد. دقت دقت. بازی انتخاب نموده. یوز فرا رسید. کو بینیم یوز کی را نجات میداده باشد. حیاتی کی را نجات میداده باشد. حیاتی کی با او گرانتر باشد. من این را با شوق زیاد تماشا میکنم یوز. پالکون گردم در کجاست؟ از طرفی راستد. در دویم. انتظار شو، من می آیم. یوز کلید در دست توست یوز. هر جویش گشاده می شود. اگر یک ساعت را گشایی دیگرش می ترکد. یعنی اگر پرکرور را نجات دهی قماندان می فوتد، ولی اگر قماندان را نجات دهی پس پرکرور می میرد. قماندان یوز هم آمده است. هممون رو جمع کرده اینجا رو ترکاندنی اند. زودتر نوازگر زودتر. تو برای انتخاب 15 دقیقه وقت داری یوز. اگر در 15 دقیقه خلاصت را نبراری پس هر دویش می میرند. چطور من آدمی مهربانم. برای نجات یک نفر شانس می دهم. وقت رفت یوز. تو 15 دقیقه وقت داری. تو باید آرام شده انتخاب کنی. من تو را میکشم درگان. نفری که دو دوست داشتهش را از دست داده است برایش چنین حالت مشکل است. دیگر طاقتی از دست دادن دل داده‌ات را نداری. اما از طرف دیگر آن مرد قماندانت است. یعنی ناچاری به سربازی ترک برابر به مرگ است. این بسیار غلطی است. یوز آرام شو پسر جان. تو باید دریا را نجات دهی. به سخنان قماندانت گوش میدهی یوز. دریا را نجات میدهی. یوز زود باش در را بیشکن.
یوز گوش کن مرا. میخواهی یا نمیخواهی یوز تو مجبور هستی که یکی از ما رو انتخاب کنی. دریا من تو را با این حال پرتافته نمیتوانم. پاکونی گرد امرخان پرتافته نمیتوانی. بله درست نمیتوانم. شاید این را بی‌ضرر کرده توانم. یوز این نهایت خطرناک است. تو باید نخست قماندان اردم را نجات بدهی وگرنه هر سهمان اینجا میمیریم. از همین خاطر خواهش میکنم همراهی پاکونی گردم روید از اینجا. من نمیتوانم دریا، تو را در اینجا پرتافته نمیتوانم. تو 12 دقیقه دیگر وقت داری یوز. تو باید انتخاب کنی. اختیار به خودت. اگر هر دویش میرن برای من باز بهتر میشود.